آقای دکتر، من بابت این واریس‌های پا مزاحمتون شدم. بله. تقریبا یه چند سالی هست این واریس‌ها به وجود اومده و هی به مرور زمان داره بیشتر میشه. اومدم که ببینم چیکار میتونین برام انجام بدین با لیزر، از چه طریقی، برگشت داره یا نداره؟ همونطور که میبینین ایشون هم رگای ریز دارن که به اون رگای ریز میگیم و هم رگای بینی دارن که سیاه هست و بعد درشت. این رگایی که به صورت مویرگ هست، همین صورت که میبینید، بعد از لیزر هیچ آثاری ازش نمیمونه. اما این رگای وریدی که ما انجام دادیم به مدت 1-2 هفته یه مقدار به حالت کبودی میمونه و بعد اینا هم جذب میشن و مثل همینا دیگه چیزی مشخص نمیشه. با بی‌حسی که برام زدین یه درد، یه سوزش خیلی جزئیه، یعنی کاملا قابل تحمله، اونجوری نیستش که اذیت بکنه.